سلام دوستان، با فال روزانه 10 اردیبهشت در خدمتتون هستیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال خودتون حمایت کنید و با نظراتتون انرژی های مثبتتون رو با ما به اشتراک بذارید. فروردین. امروز قمر در اسد قرار دارد و به شما قدرتی دوچندان میبخشد. از این فرصت برای پیگیری اهداف و آرزوهایتان استفاده کنید. به ندای قلبتان گوش فرا دهید و با شجاعت و جسارت تصمیم بگیرید. در امور مالی محتاط باشید و از ولخرجی پرهیز کنید. در روابط عاطفی روز پرمهر و محبتی پیش رو دارید. اردیبهشت. احتمالاً امروز با چالش‌هایی در زمینه سلامتی روبرو خواهید شد. از استرس و نگرانی بیش از حد دوری کنید و به آرامش خود اهمیت دهید. در مسائل مالی مشورت با بزرگان خانواده می‌تواند راهگشا باشد. عصر امروز لحظات دلانگیزی را در کنار اعضای خانواده سپری خواهید کرد. اگر متأهل هستید، همسرتان با برنامه ریزی غافلگیر کننده‌ای شما را خوشحال خواهد کرد. خرداد. امروز سر شما شلوغ خواهد بود و وظایف متعددی بر عهده‌تان گذاشته می شود. نظم و انضباط را در کارتان حفظ کنید و از تنبلی و سهل‌انگاری دوری کنید. مراقب باشید که مغرور نشوید و دستاوردهایتان را دست کم نگیرید. سفری غیرمنتظره در انتظار شماست که می تواند تحولات مثبتی در زندگیتان ایجاد کند. شانس یارتان است و ممکن است به طور غیرمنتظره‌ای صاحب ثروت شوید. تیر. احساس خستگی و کسلی در شما غالب خواهد بود. به بدنتان گوش فرا دهید و برای بازیابی انرژی خود استراحت کافی داشته باشید. امروز روز مناسبی برای تصمیم گیری های مهم نیست. به ندای قلبتان گوش فرا دهید و از مشورت با دیگران خودداری کنید. در روابط عاطفی مراقب حرف زدنتان باشید و از بیان کلماتی که پشیمانی به بار می آورند پرهیز کنید. احتمال بروز تنش و جر و بحث با یکی از دوستانتان وجود دارد. مرداد. ستاره ها در این روز برایتان نوید بخش موفقیت در زمینه شغلی هستند. ایده های خلاقانه خود را به کار بگیرید و از فرصت های جدید پیش رو نهایت استفاده را ببرید. خبرهای خوشحال کننده‌ای در راه است که می تواند زندگیتان را دستخوش تغییر کند. مراقب باشید که دشمنان در کمینتان هستند و از افشاگری رازها و برنامه‌هایتان خودداری کنید. دیدار با شخصی که دوستش دارید روزتان را به پایان خوشی خواهد رساند. شهریور. شانس امروز با شما یار است و احتمال رسیدن به آرزوهایتان وجود دارد. اگر قصد ازدواج یا نامزدی دارید، این روز زمان مناسبی برای ابراز علاقه و برملا کردن عشقتان است. سلامتیتان را در اولویت قرار دهید و از بی‌توجهی به علائم بیماری خودداری کنید. صبر و بردباری را پیش بگیرید و از پرخاشگری و تندزبانی دوری کنید. مهر. امروز احساس تنهایی و انزوا در شما غالب خواهد بود. با دوستان و نزدیکانتان ارتباط برقرار کنید و از غرق شدن در افکار منفی خودداری کنید. به زودی سفری کوتاه در پیش دارید که می تواند تجربیات جدیدی را به ارمغان بیاورد. در مسائل مالی احتیاط کنید و از انجام معاملات پرخطر
خودداری کنید. آبان، امروز روز پرباری برای شما خواهد بود. از هوش و ذکاوت خود برای حل مشکلات و غلبه بر چالش‌ها استفاده کنید. در کارتان با جدیت و پشت کار تلاش کنید و از فرصت‌های پیش رو برای ارتقای شغلی خود استفاده کنید. مراقب باشید که مغرور نشوید و دستاوردهایتان را دست کم نگیرید. سفری غیرمنتظره در انتظار شماست که می تواند تحولات مثبتی در زندگیتان ایجاد کند. شانس یارتان است و ممکن است به طور غیرمنتظری صاحب ثروت شوید. آذر، شما فردی خلاق و با شهود قوی هستید. شما قلبی مهربان و دلسوز دارید و به دیگران کمک می کنید. به ندای درونی خود توجه کنید و به آن اعتماد داشته باشید و از خلاقیت خود برای خلق ایده های جدید و انجام کارهای جدید استفاده کنید. دی، شما در حال رهایی از یک مشکل یا چالش دشوار هستید. بعد از عبور از این مشکل، آرامش و صلح را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. از این تجربه درس‌های زیادی خواهید آموخت که در آینده به شما کمک خواهند کرد. با وجود سختی‌هایی که پشت سر گذاشته‌اید، امید به آینده در شما زنده است. بهمن، شما در حال رسیدن به یک هدف یا آرزو هستید. در کارتان موفق خواهید بود و به پیشرفت‌های چشمگیری دست خواهید یافت. به خودتان و توانایی‌هایتان ایمان داشته باشید. به آینده خوشبین باشید و از تلاش دریغ نکنید. از فرصت‌هایی که در پیش رو دارید به بهترین نحو استفاده کنید. اسفند، احساس تنهایی و انزوا در شما غالب خواهد بود. با دوستان و نزدیکانتان ارتباط برقرار کنید و از غرق شدن در افکار منفی خودداری کنید. به زودی سفری کوتاه در پیش دارید که میتواند تجربیات جدیدی را به ارمغان بیاورد. در مسائل مالی احتیاط کنید و از انجام معاملات پرخطر خودداری کنید. تشکر ویژه از دوستانی که پست قبلی ما را لایک کردند و درود به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند. امیدواریم بتونیم بهترین ها رو به شما عزیزان ارائه کنیم. منتظر لایک و کامنت های پرمهر شما خوبان هستیم.